مخلص کسی است که مکمل وجودش منقاد و تسلیم به الله است و هیچ نوع وسوسه در جان ازی تاثیرگذار نیست. شیطان هم که قسم یاد کرده بود، استثناء کی را کرده بود؟ الا عبادک المخلصین. مخلص امو بنده است که مکمل قلبش از توحید پر است، نه شک داره، نه شبهه داره، نه وسوسه در این کار میکنه. از او خاطر خوب در درجه امو اعلا رسیده، بلکه مبارزه میکنه، دیگار دعوت میده برای خود. قرآن هم امیطور بنده ها را استثناء میکنه. الله از جمله امیطور بنده ها بگردانه مخلص او نموسته، هیچ نوع وسوسه درش تاثیر نداره، شک، شبهه، اعتراض، انتقاد. مخلص کی را میگه در اصطلاح امروزیه؟ هیچ نوع سر و صدا و غوغا بر سرش تاثیر نداره، هیچ حراسی نداره که مردم چی میگه در حقم و چی میکنه در حقم. اینی را مخلص میگه، هیچ پروایش نیست که مردم هر چیز میگه. اولئک لهم رزق معلوم. الله میگه برای تو مردم رزق معلوم، رزق است معلوم، یعنی صفات از او. اینطور نیست که رزق معلوم. همیشه قرآن که رزق ذکر میکنه خب مجمل ذکر میکنه، اینجا میگه معلوم است. خودی رزق اگر چیز ذاتش معلوم نیست، صفاتش معلوم است که اینی رقم صفات را داراست. فواکه، بعضی مفسرین این پشت سر این امو صفاتای امو رزق بیان میکنه. فواکه این را به خاطر گفتیم که آیت تکر نکنه، تصادم نکنه. قطعی آیت دیگه که الله تبارک و تعالی میفرماید و اخفی لهم من قرة اعین، پوشانده شده، پنهان کرده شده برای ازیا نوع از چیره، سردی چشم برای ازیا. این نعمتایی که بیخی معلوم نمیشه، اینجا معلوم بودن صفات است. فواکه برای ازیا میوه هاست و هم مکرمون، این مردم معزز هستند، عزت داده شدگان هستند. با چی چیز عزت داده شده؟ یا با بالا بردن درجاتی از یا در جنت که الله تبارک و تعالی یا را بالا میبره، یا به دیدار الله تبارک و تعالی مشرف میشوند، یا به کلام اعزازی الله متوجه میشوند که الله سرشان سلام میگه. فی جنات النعیم، در باغهای نعمتا، علی سرور متقابلین، بالای تختها روبرو نشسته میباشند. به خاطر پشت به کسی نمیه، به خاطری که اینجا خفگان نبیه، یا چوکی های است که اون چیسته گرد میگرده. یطاف علیهم، چکر گردانده میشه علیهم بالایشان، بکاسین، به پیاله ها، من معین، از شراب صاف که جاری میباشه، بیضاء که خیلی رنگی سفید داره، لذت للشاربین، لذت دهنده است برای نوشیدن یا ازیا. شراب خو بسیار گپا داره، این خو بدبختی است. کم کم آدم میکشانه ده از سکر و مستی، بعد از بین بردن عقل، بعد از او ضعیف کردن وجود، بعد از او تمام اعضای درونی وجود از ضعیف ساختن، بعد از او نعوذ بالله در سرحدی میرسی که باز خودم نمیشناسی. نعوذ بالله هر چیزی که در دهنت میاد گفته رایستی. قرآن میگه شراب جنتی طور نیست، لا فیها غول، نیست در این شراب غول، سرچرخی یا دوران سر نیست. غول هر چیزی که به تدریج چیست از بین میره، گمراه میکنه. غول ولا هم عنها ینزفون، نیست این مردم عنها از نوشیدن همی شراب ینزفون، مست کردن نمیشوند. فساد عقل یعنی سبب نیشه نمیشه، یا سبب استفراغ هم نمیشه. و عندهم قاصرات، برخلاف شراب دنیا. شراب دنیا خو آن چیزی که مهمترین چیز در وجودت است که همیشه فرق در بین مضرت و منفعت میکنی، جوهر عقل است و او جوهر عقل از بین میبره. در اینجا ینزفون گفته، نزف امو زخمی که خونش جریان داشته باشه تا که بیخی ختم شوه خون، او را نزف میگه. اینجا همی شراب هم همیطور حالت سر انسان میاره، کم کم آدم میکشانه طرف مستی تا که بیخی دیگه از حد میبرایی. از او خاطر این صفتا در شراب دنیاست، در شراب جنت نیست. و عندهم بنزد اینمی جنت یا قاصرات الطرف، زنان بند کننده نظر است. این دو معنا داره. اینطور زنانی است که حیاناک است، یک نظری خود دیگه طرف نمیگردانه، حیاناک است. این صفت بزرگ برای زن است. زن او نموسته که تمام محبت خود و چشم محبت خود به شوهر خود اندوخته، دیگه طرف نظر نداره، فکر نداره. ولی امروز اینطور بلاها را این دشمنای دین ما بر ما آورد که هیچ پرسان نکو. چه حالت ها را مشاهده میکنه در تلویزیون، شوهر خودش قدر بدش میاد که پرسان نکو.
همیشه تمنای دیگران را داره. اینطوری حالی این صفت ها خیلی کم پیدا شود. کسایی که در درسای قرآن شریک است اگر این قدر بفهمه، یک معنای قاصرات و طرفی نمیسته، یعنی زنان محبت کننده با شوهراست که نظرشان با جز از شوهرایشان دیگه طرف نمیگرده. دوم معنا، آنقدر صورت و جمال و زیبایی الله برش داده، قاصرات و طرفی که بند کننده نظر است، نظری تو بالکل دیگه طرف نمیره، بالکل محبتی تو قطعی از روی قدر زیاد میشه، فکر میکنی دیگه زیبایی نیست. عینون فراخ چشم است، یا عین فراخ چشم هم میگه، عینون او چشمایی که سفیدیشان خوب سفید، سیاهیشان هم خوب سیاه، که انهن تو بگویی که یا بیضون تخمی است مکنونون پنهان نگاه شده، مثل تخم شترمرغ که زیر بال خود گرفته مایل به زردی می باشه. این از دو وجه است، یا تشبیه میده که همین زنا به یک اعضای متوازن داره، سن و سال متوازن است، از مردم همین زنم در یک روایت از ابن عباس رضی الله عنه آمده 33 ساله می باشه. یا است که تشبیه ده چیسته شفاف بودن و صاف بودن است. چرا؟ سری کدام تخم که پر و بالی مرغ مالیده شده باشه او بسیار اینی قدر گرد و غبارش دیده نمیشه. اونجا زنام اینمی قسم حالت می داشته باشه. فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، روی می آورن یا شروع میکنه بعضی از امی جنت یا بالای بعضی دیگران یتساءلون، یکی از دیگه خود سوال میکنه. چی میگن؟ قال قائل منهم، میگوید گوینده از یا اینی ما کان بودلی برای ما قرین همنشین، یک همنشین بود. یک معنای قرین همنشین است. من یک همنشین در دنیا داشتم، امور اوالیش بگیرم کجاست؟ یک معنا. دوم اینی کان لی قرین، یقینا بود برای ما قرین، یک مقابله کننده. ما طرفی ترجمه روان می بودم، مرا میگفت برای کجا میری؟ ما برش میگفتم ترجمه میارم. چی میکنی ترجمه را؟ والا دین خدا یاد بگیریم. چی میکنی دینه؟ باز مادام میبره آخرت است. نه، کی گفت که آخرت است؟ این گپارا میگفت. یقولو میگفت اینک آیا تو لمن المصدقین، آیا از جمله قبول کننده توحید و قیامت هستی؟ تو تصدیق میکنی گپارا که پیغمبر برات میگه؟ اذا متنا، آیا که ما بمریم و کننا شیم ترابا خاک و عظاما استخوان جور شیم، اینا لمدینون، آیا ما خبر داده شدگان هستیم؟ ما خبر داده میشیم به این اعمالی که در دنیا انجام دادیم؟ بر ای گپا. قال هل انتم مطلعون، این مذاکره در بین میشه. این رفیق یا هم نشینش بوده که همیشه برش نصیحت میکرد لیکن او باور نمیکرد، یا است که نه این را دعوت کرده رایی بود مقابله قطش داشت، مثل که آلی است. قرآن کریم چقدر زیبا تمثیل میده و امروز اینمی حالتا در پیش روی ما قرار داره. دوستای داریم که ما را به ستاره افغان دعوت میده، دوستای داریم که ما را در مجلس قمار، در مجلس ساز و سرود، در مجلس شراب، در مجلس پودر، در مجلس بی‌حجابی دعوت میده، و دوستی داریم که ما را طرف قرآن میکشانه، کش میکنه. تو میگی من بیکار نیستم، میگه یک روز خدا بیکار کن، خامخا باید در ترجمه قرآن برو. اونجا از همین طور دوست بازخواست میشه. امی جنتی ها در بین خود میگه قال هل انتم مطلعون، یا ای است که از جانب الله برشان آواز میشه توسط ملائک که بگوی برشان که آیا شما میبینی او را؟ یا است که خود جنتی ها بین خود میگه قال هل انتم، میگویا یک گوینده آیا هستی شما مطلعون، سر بالا کننده که ببینی او را، امو همراه تا که قطعی تو مقابله داشت یا تو را دعوت میداد. فطلع، سر بالا میکنه، فرآه میبینشه، فی سواء الجحیم، در بین جهنم. این طور نیست که نزدیک است. الله تبارک و تعالی وسایل دیده یا وسایل چیسته بینش الله پیدا میکنه که این در بین جهنم الله برش نمود میکنه. مثل که آلی محادثه امریکا را ما در اینجا در تلویزیون میبینیم، الله تبارک و تعالی حالات جهنمی ها را به جنتی ها همین قسم پیش میکنه. خب قالت الله، یک دفعه افسوس میکنه، میگه قسم به الله این کت یقینا قریب بودی توی همراه بدبخت لتردینی، اصلش لتردینی است، قریب بود که تو مرا هلاک بکنی، بی افغانی مرا در عمق جهنم، تردینی مرا هلاک بسازی. چرا؟ دعوت میدادی به مکارایی که تو فعلا سبب داخل شدن جهنم شده. لولا نعمت ربی، اگر نمی بود نعمت پروردگارم که نجات از شرک یافتم، عقیده ما درست شد، صفا شد، لکنت من المحضرین، من از جمله حاضر کرده شده در عذاب امرای ازمی بودم.
اونجا باز انسان خوش میشه که الحمدلله که رای زیر تعقیب نکرده بودم، گپ زیر نگرفته بودم. قرآن همه گپا را برای ما پیش میکنه. امروز ما امیر رقم دوستا داریم، خیلی دلسوز برای ما میگه که اینی کار بکو، لیکن در حالی که تو را در جهنم میکشانه. قرآن درس داد برای ما هر کسی که تو را در نعوذ بالله مستی و عیش و عشرت دنیا میبرته، بفهمی که دشمن بزرگت است و تو را دعوت به جهنم میده. و هر کسی که تو را طرف عمل کردن دین میبره، صحت عقیده میبره، بفهمی که بهترین دوستیت است. بهترین دوست و نمسته که تو را واقعا آگاه بسازه از ارزشت، از قیمتت، از مسئولیتت که تو کی هستی، انسان چی حیثیت داره در دنیا، چی بکنه، چی مسئولیت داره. این بهترین دوست است و این بهترین دوستا واقعا خیلی کم پیدا میشه. شاید در این مجلس ها کسانی باشه که دوست نیک شما را دعوت داده، ترجمه قرآن آورده و عقیده تو صحیح شده، لیکن اینطور دوستای هم داری که هنوز طعنه برات میده، بره تو جوان نیستی، تو عشق نداری، تو محبت نداری، تو اینطور هستی، روزی تا در نمازخوانی تیر میکنی، این گپا را براتان میگه. لیکن چی کرده؟ لا اقل اگر همی قدر برش بگوی که تو همی قدر عمر رفتی قمار زدی، رفتی در چیستا رسانه ها رفتی رقص کردی، باز چی داری در دستید؟ چی کمایی کرده ای؟ همی کل سرمایه عمری تا دمی مصرف کردی. قرآن کریم پشتی سر برای ما میگه گپارم. افما نحن بمیتین. این دو چی تفسیر داره. اول تفسیر از زمین جنتیاست، یکی به دیگه خود میگه افما نحن بمیتین، آیا ما نیستیم مرده؟ این سوال میکنه خو اینجا مرگ باز نمیاد، از این نعمت ها نمیبرایم. چی خوشبختی است، خیر چه خوشبختی است. ما و شما یکی در یک باغ بریم و اونجا باز برای ما گفته شود که شما دیگه از این باغ کشت، خو ما را میمانه. چقدر خوش میشیم. اونجا خبر میرسه که مرگ حلال شد، دیگه مرگ نمیاد. افما نحن، آیا ما نیستیم بمیتین مرده، باز نمیمیریم، الا موتتنا الاولی، بغیر از اون مرگ اولی که در دنیا بر ما آمد، و ما نحن بمعذبین، او بر ما عذابم داده نمیشه. چی خوشبختی بزرگ است که نه عذاب داده شود نه مرگ سر ما بیا. الله اکبر، دیگه خوش می باشه. این قول از واس یک یا است که قول امو نفر، امو رفیقی و امرایش که در دنیا قطش مقابله داشت، اونجا برش می گفت افما نحن بمیتین، آیا تو نمی گفتی که ما نیستیم بمیتین؟ ای مرده ای تو نمیشه که بمریم باز زنده شویم؟ ایچ نیسته، الا موتتنا الاولی، هم یک مرگ است که میریم باز خاک میشیم، گیاواری از بین میریم، باز حساب کتاب زنده شدن این گپا نیست. و ما نحن بمعذبین، کیست که ما را عذاب بده؟ 4 روز دنیاست معیش و عشرت تیر کو. یا مقوله همو شخص است که در دنیا قطعی این نفری نیک کرده، یا است که این مقوله جنتی است، یکی در بین خود میگه که ما شما دیگه مرگ نداریم و عذاب بر ما داده نمیشه. ان هذا لهو الفوز العظیم، یقینا اینمی کامیابی که در جنت بروی و بازم تو نمیمیری، بازم عذاب داده برات نمیشه. لهو الفوز العظیم، یقینا کامیابی بزرگ است، الله نصیب ما کنه. لمثل هذا فلیعمل العاملون، الله برای ما ترغیب میده، تشویق میکنه، میگه لمثل هذا، برای حصول نعمت های آخرت، برای حاصل کردن امیتر کامیابی ها چی بکنیم؟ فلیعمل العاملون، باید که عمل بکنه عمل کننده ها، خواهشات دنیوی را یک طرف بگذاره، عقل از فکر و اندیشه خودکار بگیره که اینمی معاملات دنیا زود گذر است. اگر تکلیفش است، اگر رنجش است، اگر فقرش است، اگر غنایش است، اگر صحتش است، اگر مریضیش است، اگر نعمتش است، خوشحالیش است، کلش زود گذر است، یک روز فرا میرسه. لیکن بی که امیر قربان نعمتهای جنت کنیم، چرا اون نعمتهای جنت توسط اینمی خریداری میشه. اینی سرمایه بزرگ است. قرآن ما را دعوت میده لمثل هذا، به اینمی طور معامله، به این طور کاره. با کدام کار؟ امون نفری که مقابله قد داشت خو نپذیرفتی، تو با وصفی که دوستت پافشاری داشت سری تو که تو بیا اینجا خب عیش و عشرت است، ایتر فلانی خان سازنده میا، تو بیا خیر است، تکتی تمام میدم. وی تو ایت کشا چی میگه؟ خب سازنده بیاری خو. باز میگی که والا چیست ما خب پدرم نمیمانه. پدر چیست برادر؟ یک روز توی داری، یک روز خوشی داری. باز میگه والا پیسه کمی میکنم، سری خودم است، ما برات میارم فلانی را بیار. برای مردم خدا کم نکن. اینی دوستای است که در جهنم آدم میکشانه، در بدر میکنه.
در معصیت و گناه لاف میزنه، میگه من برات ایره آماده میکنم مجلسه. خبر نداره که بسته تو که به نیت تحسن و پاکدامنی کرده ای، به نیت ازی کرده ای که آینده اولاد صالح الله برام بده، زندگی و خانواده خیلی پاک و مطهر برام بده. شب اولی عروسی تو مکمل گناه تیر میشه، کلگی الله اکبر نماز نمیخونه. بازی تو اولادا کجوکور پیدا شوه، به طور اولادا باز نیک باشه، نه کلش دیوانه، چرسی، بنگی، ظالم، عاقی پدر و مادر، بد کردار باید باشه. چرا که اول شب عروسی از یا به این سیستم بوده در معصیت و گناه. یکی الله تبارک و تعالی رحم و فضل داره، یه علایده گپ است که هر کس پیدا میکنه درست پیدا میکنه، وگرنه حالاتی مردم ما همینطور تقاضا داره. اگر الله کل گیر دمی گناه ها بگیره، باید که جولات برش نده. چرا که اول امیر روز خوشی و سنگ بنیاد خانه خود که میگذاره، ایره به معصیت و گناه میگذاره. معصیت و گناه لازمی نه که تنها برای خودش مربوط باشه، بلکه مخلوق دیگر هم در گناه شریک میسازن. هتل برش برابر است، نانشایی میده، پیسر به سازندایی میده، از نماز مردم ای محروم میکنه. صبح خفتن خو میره، شام خو میره، صبح نماز صبحکیم از مردم چی هسته؟ بگوی رفته رایسته. اگر یک نماز کسی به خاطر تو قضا شود، تو مرد دستی جواب الله داده میتونی؟ یک نماز چی جای ازی که به هزارها مردم چیست نماز باشه. باز که بیشینه مسلمان بیای ختمی قرآن داریم، ختمی قرآن داریم. کدام قرآن؟ همین قرآنی که برات گفته بود چی امر کرده بود، تو در مقابل قرآن چی کردی؟ بس ضد قرآن همین کار کردی. باز تو محبت با قرآن داری. منافقت نکو، زندگی منافقانه پیش نبر. چرا سری خود دلیل سند تیر میکنی؟ در یک جای من تقریر کردم، گپا گفتم، بعد از یک نفر پیش شد گفت بالله قسم در یک توی رفته بودم موریسه 1800 نفر دعوت داده بود، 9 لک روپه، 9 لک افغانی. چرا که یک امو تابلوی خوراکیش 500 روپه بود. گفت سیاسر آمد به نام الله طلب کرد، امی آدم که 9 لک پیسه مصرف میکرد، اگر در پرم به می سیاسر به نام الله به رضای الله طلب کرد نداد. اینی طور مردم الله باز در جهنم میکشانه که توی نعمت برات دادم چی کردی؟ سازندار آوردی، مردم برش دعوت دادی که بیایه در این مجلس گناه را ما چی کنیم. باز چی جایی که نعوذ بالله در بعضی مجالس باز شراب خورده میشه، باز نعوذ بالله قمار زده میشه، باز اختلاط مرد و زن میشه، باز دیگه توی و مو توی است که زن و مرد کلگی به یکی دیگه دست بده دیگه خلاص. اینی کارا را بکنه. این مردم ها باز توقع داره که ما مؤمن هستیم. ملا صاحب میره در جنازهش استاد میشه، دعای مغفرت برش میکنه. خب معارضه با دین الله میکرد، با حکم الله میکرد. خب ملا صاحبا نیستن. اتر میدوادن تو را ملا صاحب دمو اتاقه که علیده میبریم، اونجا صدای ساز و سوریت شنیده اوی مست از صبح چشم سرخ کرده که 1000 پر بگیره. لعنتی الله سرت نمیشه. تو ملا، تو عالم، از الله طلب نداری که از الله طلب بکنی میری اوتر نکاره بسته میکنی، در مجلس معصیت حاضر میشی، لقمه کلانم میخوری. تو ملا باز خدا وارثی پیغمبر میدانی. عجیب وارثی پیغمبر هستی، دینی خدا فروختی در مقابل دنیا. نعوذ بالله. نمیگی برش که او من مقتدیت هستم. بله، اگر سبا روز تو بموری نکای تا خوب بسته نمیکنم، اگر سبا روز بموری جنازه تا نمیخوانم. آجی صاحب خفه نشوی، باز یادت باشه تواری مردم ها جنازش خوانده نمیشه. چرا که علنا صراحتا مردم دعوت میدی به معصیت. گناه دو قسم است، یکی گناه که خفیه انجام داده میشه، یکی گناهی که جهرا انجام داده میشه. گناه دو قسم است، یکی گناهی است که سرش فخر نمیکنی، یکی گناهی است که سرش فخر میکنی. در حدیث است پیغمبر علیه السلام میگه کل معافا الا المجاهرون، کلگی برش معافی کرده میشه، لیکن کسی که در گناه خود جهر میکنه، آشکارا میکنه گناههای خود، بر از او معاف نمیشه. خو امروز دیگه پا نیستونه، هر کس میدوه. اینی گپ در سری دوست آمد، اینی رقم دوستا بود. از ذالک خیر نزلا، عالی گفته میشه از ذالک اینمی خیرون بهتر است نزلا، از روی میمان نوازی. در این مقام و منزلتی که شما قرار داره، این نعمتهای بزرگ در گرد و بریتان است. الله تبارک و تعالی براتان عزت داده. ام شجرة الزقوم، یا درخت زقوم که خوراکی جهنمی است. اینا جعلناها، ما گردانیدیم درخت زقوم فتنتن ذریعه امتحان، للظالمین، برای ظالما، برای مشرکین. یک مانا
اینا جعلناها، ما گردانیدیم، فتنتن، ذریعه عذاب، للظالمین، برای ظالما. وقتی گوش نمیشن طلب طعام میکنه، زقوم برش داده میشه. زقوم قرآنی را بیان کرده. خو آشنا بودن امی مشرکین، اگرچه مشرکین دو فرصت کی را شنیدن، چند مسخره گیری را شروع کردن، نعوذ بالله، سری مسائل دین مذاق کردن. یکیش گفت که زقوم چیست؟ یک نفر در مجلس ابو جهل، یک نفر از طرف افریقا آمده بود، گفت بله در منطقه ما زقوم عبارت از خرما و کره است. گفت الا بیار کنیزی خدا صدا کرد که بخوریم، اینطور طعام که برای ما باشه دیگه چی دیگه غم داریم. لیکن زقوم عبارت از اونمو درختی است که خارای تیز داره و چیستا برگای لک داره که شطور هم او را نمیخوره. قرآن کریم توصیفش کرده، اینها شجرتون، این درختی است که تخرج میبراید فی اصل الجحیم، در بیخ جهنم میبراید. طلعها، خوشی از او، شاخی از او، که انه تو گویی رؤوس الشیاطین، به مثل سرای شیطان است. مراد از شیطان قدرت الله تبارک و تعالی در بین مردم معرفی با بدشکلی شده، بدشکل معرفی شده، اگرچه مردم ندیده. خب مردم میگه سرت مثل سر شیطان واریست، اگر شیطان کس ندیده. منظورش است که بدشکل است، اما میوان بسیار ظاهرشان بسیار بدشکل است. قدرت الله، نفرت انسان از پیشش میاد. یا مراد از شیاطین اینجا ماره میگن. ماره، شیاطین عبارت از ماراست، یعنی سرش به مثل مارواری است. وقتی کی گپ شنیدن، اوه پیغمبر میگه که درختی که در قعر جهنم در بین آتش، درخت در بین آتش شده خو میسوزانه آتش. قدرت الله را نعوذ بالله قیاس سر قدرت مخلوق میکنه. او خو الله است. الله در هر جای درخت مناسب همو جای، مثل که درخت اینجا آب میخوره، او درخت مایه انرژیش چی باشه؟ آتش باشه. الله تبارک و تعالی نمیتونه هر حیوان، پرنده را، حشره را در هر جای مناسب رزق الله برش مقرر کرده. اگر در کوست رزق کوی برش مقرر کرده، در دی است دیاتی، در بحر است بحری. الله نمیتونه که تو درخت از امو خاطر یک مایه ذریعه امتحانی نمی بود که مردم میگفت او را خو آتش میسوزانه، برای ما چیز ما را چی بکنه؟ فإنهم لآكلون، یقینا جهنمیا میخورن، منها زمی زقوم، فمالئون، پر کننده است، منها زمی البطون، شکمای خدا. تنها شکم پر میشه، گرسنگی رفع نمیشه، برای تو کدام قوت و لذت نمیده، شکما پر میشه. او پوری شکم سبب عذاب دیگه است. هر قدر که شکم پر میشه، همون قدر امراض اضافه میشه، سبب بدبختی انسان دیگه میشه. ثم ان لهم، باز یقینا برای از یا علیها، بالای نمی زقوم، لشوبا، آب آمیختنی است، من حمیم، از آب جوش. یعنی وقتی که یا صدا میکنه که ما تشنه هستیم، آلی آبی نعوذ بالله که از ریم جهنمی است، او را سر برش داده میشه. ثم ان مرجعهم، باز یقینا بازگشت از یا لإلی الجحیم، به جحیم است، یعنی به اصل جهنم است. انهم الفوا آباهم ضالین، یقینا این مردم ها چرا در این عذاب ها مبتلا هستند؟ چرا این قدر عقل نداشتن، آگاهی نداشتن، برشان خبر داده نشده بود که در مسیرتان اینی طور حالت است؟ قرآن بر ما میگه انهم مردمایی بودن الفو که یافته بودن آباهم پدرای خود ضالین، یعنی تقلید پدرای خود کردن که وا گمراه بودن، نه دلیل داشتن نه سند برای عمل کردی خود، کل رواج و رسم و نعوذ بالله خود ساختی خود دین تلقی کرده بودن و یام پشتی از وا رفتن. فهم مردم علی آثارهم، به قدمها به نقش و قدم آباهایشان، یهرعون دوانده شده بودن. یهرعون تو بگویی که دیگه کسی را دوانده، چرا؟ به خاطری که خواهشات نفسانی و جهلشان ایره دوانده بود در مورای پدرها. قرآن چقدر نکته عجیبه و باریکه برای ما ذکر میکنه. امروز ملای ما در سر منبر میگه به مردم، ها مردم، فرقه های جدید پیدا شده، شما را به دین جدید دعوت میده، فکرتان باشه که دین پدرایتان اعلان نکنه. میگه نه، ایره ملا صاحب در سر منبر میگه. این ملای ناملا که از قرآن آگاهی نداره، مردم دعوت به می کار میده. خب قرآن چی میگه؟ که این مردمی بودن که پدرای خود در گمراهی یافت و یام پشت سرشان روان بود. پدر کی گمراه است؟ اگر پدری ما واقعا در کدام مدرسه خونده، اگر پدری ما واقعا از عقل کار گرفته، ما خب به چشم سر میبینم که رسمه و رواجا خما را تباه و برباد کرد. مرده که سری کسی شوه بس دیگه خلاص است از زندگی.
چیزی که از تو بس داری به نام خیرات مردم از زیافت کو میمانی کو داده برو. اگر توی شوه تو را بیخی زندگی تا گم میکنه. مجبور استی که آلی 10 مرتبه در قایقای کشتی در چیست استرالیا و در اوجا در یونان زیر کشتی تعمی ماهی شوی. روزمره خبرها را نمیشنوی. افغانایی که در طرف غرب سفر میکنه چرا میکنه؟ مجبور میشن اینجا.